امروز می‌خوایم داستان مردی رو بیان کنیم که برای 48 ساعت بر روی یک مین ثابت ایستاده بود. فیلم با مایک تفنگدار آمریکایی شروع می‌شود که با یک زن جوان در فرودگاه خداحافظی می‌کند و با هلیکوپتر به مأموریت می‌رود. در صحنه بعدی مایک و همرزمش تامی روی صخره مشرف به صحرا قرار می‌گیرند و منتظر رسیدن هدفشان هستند. تامی ذاتاً یک فرد پرحرف و شوخ است، در حالی که مایک حالت جدی‌تر دارد. آنها متوجه شدند که چند نفر پیاده در یک طرف و چندین وسیله نقلیه مسلح در طرف دیگر نزدیک می‌شوند. هدف مایک یک تروریست 65 ساله به نام سید آصف است. همانطور که تامی و مایک تلاش می‌کنند تا عملیات را با موفقیت به انجام برسانند، او متوجه می شود که گروهی برای عروسی جمع شدند و هدف ممکن است پدر داماد باشد. وقتی هدف در پشت عروس و داماد قرار می گیرد، موضوع پیچیده تر می شود. به مایک دستور داده می شود که داماد را بکشد تا به هدف برسد، اما او نمی تواند زندگی یک فرد بیگناه را بگیرد. در همان لحظه مایک به مرکز فرماندهی خود به دروغ می گوید که هدف را گم کرده است. تامی و مایک پس از این گفتگو توسط مردان مسلحی که از مراسم محافظت می‌کنند دیده می‌شوند و آنها به سرعت شروع به تیراندازی می‌کنند و باعث می‌شوند که هدف آنها فرار کنند. در همان حین مایک و تامی مجبور به عقب نشینی می‌شوند، زیرا مردان مسلح شروع به تعقیب آنها می‌کنند. آنها در حین این تعقیب و گریز متوجه می‌شوند که جی پی اسشان دچار اشکال شده و پشت صخره پنهان می‌شوند. مردان مسلح شروع به راه رفتن به سمت صخره می‌کنند که مایک با سرعت با هوشمندی خاصی حواس آنها را به سمت دیگری پرت می‌کند. پس از فرار از دست مردان مسلح، آن دو از مرکز فرماندهی درخواست کمک می‌کنند، اما به آنها گفته می‌شود که باید از صحرای جلوی رویشان عبور کنند تا به دهکده‌ای با فاصله 5 ساعتی برسند تا بتوانند در آنجا آنها را ببرند. آنها با پای پیاده به راه می‌افتند و طوفان‌های شن و گرمای سوزان را تحمل می‌کنند. تامی مایک را با داستان‌های پسرش در خانه سرگرم می‌کند. مایک ساکت و به ظاهر نگران است. تامی مایک را مجبور می‌کند که با او صحبت کند. مایک فاش می‌کند که دادن پیشنهاد ازدواج به دوست دخترش جنی برایش سخت است. تامی او را به خاطر ترسیدن مسخره می‌کند. هنگام عبور از بیابان باد یک علامت هشدار می‌آورد که درست زیر پای آنها قرار می‌گیرد. مایک این علامت را جدی می‌گیرد و به یاد می‌آورد که در 40 سال گذشته 33 میلیون مین در بیابان مدفون شده است. تامی به او اطمینان می‌دهد که این فقط یک ترفند محلی برای دور نگه داشتن دشمنان است. مایک همچنان با احتیاط ادامه می‌دهد. ذهنش درگیر علامت هشدار است. تامی چند یاردی جلوی مایک بیخیال به عقب راه می رود و به دلیل اینکه مایک بیش از حد متفکر است به مسخره کردن او می پردازد. ناگهان صدای کلیک شنیده می شود و انفجاری به دنبال آن ایجاد می شود. تامی روی یک مین پا گذاشته بود. هنگامی که او دچار کاهش هوشیاری ناشی از انفجار می شود، مایک قدمی به سمت تامی برمی‌دارد و صدای کلیک دیگری را می شنود که پایش به تازگی روی آن فرود آمده است. مایک از این موضوع شوکه می شود. شن و ماسه‌های ناشی از انفجار شروع به پاک شدن می‌کند. تامی از انفجار جان سالم به در برده، اما پاهای او تا زیر زانو قطع شده است. تامی فریاد می‌زند و از درد می‌لرزد. مایک که نمی‌تواند خود را تکان دهد، تلاش می‌کند تامی را آرام کند. هنگامی که به نظر می‌رسد هیچ امیدی برای کمک به تامی وجود ندارد، مایک در مورد پسر تامی صحبت می‌کند و به او انگیزه می‌دهد. سپس از او می‌خواهد تا مورفینی را که تفنگداران دریایی در جیب جلویی خود حمل می‌کند به خود تزریق کند. تامی سپس سعی می‌کند به رادیوی خود برسد، اما درد دوباره او را فرا می‌گیرد. مایک با دیدن همرزمش در حال درد پیشنهاد می‌کند پایش را از روی مین بردارد تا به تامی کمک کند. مایک حدس می‌زند که شاید مین زمینی که روی آن قدم گذاشته قدیمی و از کار افتاده باشد. تامی به او هشدار می‌دهد که این کار را نکند و برای اینکه مایک را منصرف کند، اسلحه‌اش را بیرون می‌آورد و آن را روی سرش نشانه می‌گیرد. او به مایک می‌گوید هر چه که باشد باید زنده بماند و سپس به خودش شلیک می‌کند. مایک بی اختیار از غم و اندوه فریاد می‌زند. او به تنهایی در بیابان گیر کرده و قادر به حرکت نیست. خیلی زود از ایستادن خسته می شود و روی یک زانو می نشیند. مایک متوجه می شود که باید به نحوی رادیو را که چند یارد دورتر در کنار تامی قرار دارد بیاورد. بند کفشش را به تبر می بندد تا کیف رادیو را به سمت خود بکشد. با این حال او متوجه می شود که باتری رادیو تمام شده و باتری اضافه آن روی بدن تامی قرار دارد. مایک افسرده نقشه دیگری به ذهنش می رسد. او راهکار موقتی برای شارژ رادیو با استفاده از انرژی خورشیدی پیدا می‌کند. مایک سپس می‌تواند با مافوق خود تماس بگیرد و از او درخواست تخلیه فوری می‌کند. اما به او گفته می‌شود که هلیکوپترهای نجات نمی‌توانند به دلیل طوفان‌های شن مکرر به محل او پرواز کنند و اگر همه چیز خوب پیش برود، یک گروه نجات او را در حدود 52 ساعت آینده نجات می‌دهد. مایک از پاسخ ناامید می‌شود. سپس سرگرد به مایک پیشنهاد حفر یک خندق و پریدن در آن را می‌دهد که فقط منجر به از دست دادن اندام غیر تهدید کننده زندگی می شود. مایک تصمیم می گیرد که تحمل کند و منتظر نجات باشد و شمارش معکوس را روی ساعتش تنظیم می کند. سپس طوفان شن عظیم دیگری با تمام قدرت به او برخورد می کند. او موفق می شود بدون اینکه از جای خود حرکت کند منتظر بماند.
پس از پایان طوفان، اولین چیزی که او متوجه می‌شود این است که طوفان جسد تامی و در نتیجه بطری یدکی را دقیقاً در کنار او آورده است. با این حال، رادیو خیلی از دسترس او دور شده است. ساعت‌ها می‌گذرد، آب مایک تمام می‌شود و به طور فزاینده‌ای ناامید می‌شود و در مواقعی به این فکر می‌کند که خودش را با شلیک گلوله بکشد. اما در همان لحظه متوجه می‌شود که بیابانگردی به سمت او می‌آید و در حالت زیگزاگ راه می‌رود. مایک سعی می‌کند در مورد مین زمینی به او هشدار دهد، اما بیابانگرد از اعمال او تقلید می‌کند و ظاهراً او را مسخره می‌کند. مایک تلاش می‌کند تا مصیبت خود را برای مرد بیابانگرد توضیح دهد، اما او اصرار دارد که مایک باید قدم بعدی را بردارد. سپس فلاسک آب مایک را می‌گیرد و در صحرا ناپدید می‌شود. مایک کاملا بی‌آب و ناامید شده است. او متوجه می‌شود که یک دختر کوچک بیابانگرد در حال آمدن است و فلاسک آب او را در دست دارد. دختر بطری پر از آب را به مایک می‌دهد. مایک تشنگی‌اش را برطرف می‌کند. اگرچه دختر حرف نمی‌زند، اما با استفاده از سربازان اسباب بازی خود، او نیز به مایک می‌گوید که باید از روی مین بلند شود و به راه خود ادامه دهد. مایک به او می‌گوید که نمی‌تواند حرکت کند و از دختر کوچک می‌خواهد که رادیوی او را برایش بیاورد. اما دختر متوجه نمی‌شود. مایک ناامیدانه بر سرش داد می‌زند و او را می‌ترساند. به زودی شب می‌آید و دما شروع به کاهش می‌کند. مایک برای گرم نگه داشتن خود آتش روشن می‌کند. او شروع به شنیدن صدای حیوانات وحشی می‌کند. گوشی‌اش را در می‌آورد و به عکس‌های دوست دخترش نگاه می‌کند تا حواسش پرت شود. او ویدیویی از دوست دخترش پیدا می‌کند که در این ویدیو جنی به مایک می‌گوید که منتظر بازگشت اوست. مایک باید در جنگ پیروز شود و در اسرع وقت پیش او برگردد. مایک شروع به احساساتی شدن می‌کند. او می‌ترسد که نکند دیگر هرگز نتواند دوست دخترش را ببیند. خسته از همه چیزهایی که برای او اتفاق افتاده است، شروع به خوابیدن می‌کند. اما او زمانی که از خواب بیرون می‌آید، متوجه می‌شود که آتش خاموش شده است. سپس خود را در محاصره حیوانات وحشی می‌بیند. او سعی می‌کند با اسلحه آنها را بترساند، اما موفق نمی‌شود. برخی از حیوانات جسد تامی را می‌کشانند. یک حیوان شروع به حرکت به سمت او می‌کند، اما مایک با استفاده از نور مشعل خود با تفنگش به حیوان شلیک می‌کند. حیوان روی یک مین فرو می‌آید و باعث انفجار و ترساندن سایر حیوانات می‌شود. صبح فرا می‌رسد و همان مرد بیابانگرد دوباره از آنجا می‌گذرد. او به مایک می‌گوید که خیلی خوششانس است که حتی پس از گذراندن یک شب در بیابان با حیوانات وحشی تاکنون زنده مانده است. او یک بار دیگر به مایک پیشنهاد می‌کند که جلوتر قدم بگذارد، اما مایک قبول نمی‌کند. مایک به او میگوید که احتمالاً مکان مینها را میداند، زیرا همیشه طبق یک الگو راه میرود. بیابانگرد پاسخ میدهد که نمیداند مینها کجا هستند و فقط در یک زیگزاگ راه میرود، زیرا از راه رفتن مستقیم امن‌تر است. مایک دوباره از او میخواهد که رادیو رو برایش بیاورد. مرد بیابانگرد سرانجام موافقت میکند و رادیو رو به مایک باز میگرداند و سپس به راه خود ادامه میدهد. مایک ساعتش را چک میکند و هنوز 24 ساعت برای رسیدن کمک باقی مانده است. او کم کم دچار توهم می شود. مایک می بیند که تامی از مرگش بیدار می شود. تامی خیالی به مایک انگیزه می دهد و به او می گوید زنده از این ماجرا خارج خواهد شد. خورشید دوباره غروب می کند و مایک شروع به فکر کردن به تمام اشتباهاتی که در زندگیش مرتکب شده است می کند. او شروع به پشیمانی می کند که دوست دخترش جنی را تنها گذاشته و به مأموریت آمده است. سپس دوباره خود را در محاصره حیوانات می بیند. این بار حتی انفجار مین آنها را منصرف نمی کند. مایک بی هدف در تاریکی شروع به تیراندازی می کند، اما حیوانات همچنان به او حمله می کنند. در هنگام مبارزه با حیوانات وحشی در افکار خود گم می شود. با طلوع خورشید مایک دوباره به واقعیت برمیگردد. تمامی حیوانات وحشی که به او حمله کرده بودند در اطرافش مرده بودند. مایک در 45 ساعت گذشته به تنهایی در آن صحرا بوده و پایش را روی مین گذاشته است. سپس پیامی از فرماندهش دریافت می‌کند که به او اطلاع می‌دهد که تیم نجات دیرتر به او می‌رسند. فرمانده از او می‌پرسد که آیا می‌تواند 17 ساعت دیگر دوام بیاورد. مایک خسته شده است، می‌گوید که دیگر نمی‌تواند تحمل کند. فرمانده به او می‌گوید که یک نفر هست که می‌خواهد با او صحبت کند. سپس مایک صدای جنی را میشنود. مایک دیوانه‌وار شروع به عذرخواهی کردن از او میکند که او را ترک کرده و همه چیز را به هم ریخته است. سپس او شروع به توهم میکند و جنی را میبیند که روی کاناپه‌ای روبروی او در بیابان نشسته است. مایک سعی میکند به او برسد، اما شروع به از دست دادن هوشیاری خود میکند. او شروع به غش کردن میکند، اما در همان حین مرد بیابانگرد او را میگیرد. مرد شروع به پرستاری از زخم‌های مایک می‌کند و به او می‌گوید او هم یک بار روی مین پا گذاشته و پایش را از دست داده. او به مایک می‌گوید که با از دست دادن پایش احساس می‌کند همه چیز زندگیش را از دست داده است. با این حال درد از دست دادن پایش با آشنایی با همسرش و داشتن یک دختر تمام شد. او می‌گوید هر اتفاقی در زندگی ما بیفتد باید به حرکت کردن ادامه دهیم. مایک به مرد می‌گوید که او واقعاً خوششانس است
زیرا دخترش که برای او آب آورده است واقعا زیباست و لبخند پدرش را دارد. مرد به مایک میگوید که دیگر دختری ندارد. او در یکی از گشت و گذارهای پدر و دختری برای حفاری مین و جایگذاری آنها با قوطی‌های حلبی در انفجار مین جان باخت. مایک مات و مبهوت گوش می‌دهد. بیابانگرد به او میگوید که خوشحال است که دخترش برای ملاقات مایک آمده است، اما او واقعاً باید اکنون ادامه دهد. سپس او میرود. مایک دوباره دختر را می‌بیند، اما او به سرعت با عبور باد محو می‌شود. مایک دوباره شروع به توهم می‌کند. او پدر بدرفتارش را می‌بیند که مادرش را کتک می‌زند. همچنین اوقات خوشی را که با دوست دخترش گذرانده به ذهنش می‌آید. در آن لحظه از رادیو می‌شنود که تیم امداد در حال عبور است و به او نیاز دارند تا مکان دقیق خود را اعلام کند. او منور خود را برمی‌دارد، اما قبل از اینکه از آن استفاده کند، تروریست‌ها از بالای تپه شروع به تیراندازی به سمت او می‌کنند. تیراندازی باعث انفجار یک مین در نزدیکی مایک می‌شود که باعث می‌شود منور از دستش بیفتد. او سعی می‌کند به تروریست‌ها شلیک کند، اما خیلی توان انجام این کار را ندارد. اما با این حال دوست دخترش را به یاد می‌آورد و از آن به عنوان نیروی انگیزه استفاده می‌کند. سپس مایک از تفنگ خود برای شلیک به زمین استفاده می‌کند و مین‌ها را منفجر می‌کند تا بتواند یک دود شنی ایجاد کند تا در برابر دید دشمن از خود محافظت کند. او به سرعت تفنگ تک تیراندازش را در دست می‌گیرد و تروریست‌ها را از بین می‌برد. با عبور تیم نجات، شعله آتش هنوز دور از دسترس است. مایک سخنان مرد بیابانگرد را به یاد می‌آورد که باید به حرکت ادامه دهد. او یک جهش می‌کند و یک قدم به جلو برمی‌دارد. هیچ اتفاقی نمی‌افتد. هیچ انفجاری وجود ندارد. او متوجه می شود که مینی که روی آن پا گذاشته بود در واقع یک قوطی حلبی بود که احتمالاً توسط دختر بیابانگرد در زمانی که او زنده بوده است آنجا گذاشته شده است. سخنان مرد بیابانگرد به حقیقت می‌پیوندد. در تمام این مدت مرد به او گفت که می‌تواند به جلو پیش برود و پیش دوست دخترش برگردد. مرد به او یادآوری می‌کرد که می‌تواند این کار را انجام دهد و تنها چیزی که او را متوقف می‌کند ترس است. مایک با وجود جراحاتی که برایش ایجاد شده بود از زنده بودنش خوشحال می شود و شروع به گریه کردن می کند. شاید خیالش راحت شده بود یا شاید هم از اینکه متوجه درستی اوضاع نشده بود عصبانی بود. دلیلش هرچه باشد یک چیز مسلم بود، آن اینکه این اتفاق زندگی او را به کلی دگرگون می کرد و چیز ارزشمندی به او آموخته بود. او سپس منور را شلیک می کند. تیم نجات او را پیدا می کنند و او را به خانه باز می گردانند. در بازگشت به خانه در فرودگاه جنی با اشک‌های خوشحال در انتظار اوست. مایک حتی قبل از اینکه جنی را در آغوش بگیرد مانند مراحل مختلف زندگیش در مأموریت گذشته به زانو میافتد. سپس از او خواستگاری می‌کند و قول می‌دهد که دیگر او را تنها نگذارد و این گونه که ویدیو یادتون نره و برای دیدن ویدیوهای بیشتر از فیلم‌های سینمایی پرمخاطب سال‌های اخیر کانال ما رو سابسکرایب کنید. از تماشای شما متشکریم.